اینوایت نمیادش؟ سلام عزیزم. من سلام، خوبی مریم جان؟ خوبم، مرسی. شما خوب هستی؟ مرسی، قربون شما چطورید؟ من چون اینوایت فرستادم براتون، بعد دیدم که یه خود طول کشید، گفتم شاید باز مثلا یه اختلالی وجود داره. همیشه همینطور میشه توی لایو طبیعیه. از من شما رو نمیدونم، حالا احتمالا بعدا وسط لایو شاید درست بشه، ولی خب نرمال درست ضبط میشه. یعنی آره، ضبطش درست هستش، بعضی موقع هم اینجوری پیش میاد، ولی من خب الان شما رو میتونم ببینم. این خانم خوشگل. آره. خب مریم جان، ما امشب میخوایم که با دوستان شما رو دعوت کردیم که در خصوص یه سری از مسائل بیزینس با هم صحبت بکنیم و حالا بعضی موقع ها دوستانمون از ما یه سوالاتی میکنن و اینکه حالا میخوایم تو این لایو خب بیشتر مثلا آشنا بشن که ما چه کاری انجام میدیم و این بیزینس به چه نحوی هستش. و خب یکی از این سوالاتی که خب دوستان دارن این هستش که حالا قبلش من اگه اشکالی نداشته باشه، من میخوام که شما خودتون رو مثلا معرفی بکنید و بگید که مثلا چی شد که وارد این بیزینس شدید و بعد حالا سوالاتمون رو میتونید بپرسید. اول از همه ممنون از شما که منو دعوت کردید. خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم، ممنونم از لطفتون. بهار جان، من مریم هستم، 13 ساله که کشور بلژیک زندگی میکنم. مادر هستم، 2 تا بچه دارم و رشته تحصیلیم پرستاریه، ولی در حال حاضر یک مهد کودک دارم، مهد کودک خصوصی دارم. درسته، خیلی هم عالی. آره، آدمایی که با بچه ها سر و کار دارن خیلی آدمای مهربونی هستن. حالا این که مثلا آره شما مهد کودک هم دارید که 100% همینطور هستش. برای چی شد که من اونجا مثلا چون مثلا جون به این مثلا بیزینس شدید و این کار شروع کردید؟ خب خیلی وقت بود که به یه پلن بی فکر میکردم. خب از زمان کرونا خب هی به قول معروف کارها هی تقلق میشد، بچه ها نمی اومدن و خب یه جوری در خطر بودم. این همیشه پس ذهنم بود که باید یه چیزی باشه. یهو دیدی حالا بعد کرونا یه چیز دیگه اومد به یه اسم دیگه، گودزیلا اومد، نمیدونم چی اومد و چیکار کنیم. باید همیشه به این موضوع فکر بکنیم. یعنی کرونا خیلی همه چیز رو واقعا طرز فکرها رو عوض کرد. یه چیزهایی که ما هیچ وقت بهشون فکر نمی‌کردیم رو کرد، مشکلاتی که تا حالا بهش بر نخورده بودیم. همیشه پس فکرم بود که من باید یه کار دیگه‌ای در کنار این کار داشته باشم و خب خیلی چیزای مختلفی رو تجربه کردم، رفتم دنبالش، حتی انجام دادم، ولی خب دیدم خیلی مال من نیست اون کارا و رها کردم. و دیگه یه بار توی اینستاگرام یه تبلیغ دیدم، دنبالش کردم چند ماه، نگاه کردم ببینم دقیقا چیه، تحقیق کردم و نهایتا دیدم واقعا این اون چیزیه که من میخوام. تمام خصوصیاتی که برای یه پلن بی و برای ساختن آینده آدم لازمه که یک آرامش خیال آدم داشته باشه، این بیزینس برای من داشت. چون مهاجرت کردیم برای اینکه زندگی راحت تری داشته باشیم. ما مهاجرت کردیم برای آرامش، برای آینده خودمون و بچه هامون. ولی اتفاقی که افتاده اینه که ما شدیم ماشین، میریم سر کار، میایم مالیات میدیم، کار میکنیم و اصلا معلوم نیست در آینده چه اتفاقی قرار برامون بیفته. ولی این بیزینس واقعا همه دغدغه‌های من رو برای آرامش و آینده جوابگو بود. برای همین دیگه این بیزینس انتخاب. دقیقا مریم جون به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. میدونید یعنی اینکه مثلا ما مجبوریم هی کار بکنیم و مالیات بدیم و ندونیم هم واقعا آینده چی میشه. یعنی من فکر میکنم حتی وقتی ما تو کشور خودمون بودیم، اولی که اینقدر مالیات مجبور نبودیم بدیم و اینکه مثلا تقریبا آیندهمون خب مثلا خیلی خوشبین بودیم. خب مثلا میتونیم مثلا حالا حداقل تو زمانی که ما بودیم مثلا یه خونه میتونیم بگیریم، یه مثلا زندگی، مثلا یه مثلا آرامش خیالی. ولی واقعا بعد از مهاجرت مثلا یه موقع‌هایی میبینید که شما آینده هم معلوم نیست. یعنی شما اون جاب گارانتی وجود نداره. یعنی این مشکلی است. میگه من این همه غربت رو تحمل کردم، سختی های مهاجرت خیلی واقعا سخته
ولی نهایتا نه، به هیچی من نرسیدم. من صبح تا شب میرم سر کار میام، نه بچه‌هامو میبینم، من برای آینده بچه‌هام مثلا اومدم، نه بچه‌هامو میبینم نه خودم آرامشی دارم. انگار آدم احساس باخت میکنه، احساس میکنه که مثلا این مهاجرته خیلی، دقیقا چرا اصلا مثلا دوری فقط تنها چیزی که به من داده دوری هستش، مثلا دوری از خانواده مثلا. و خب حالا همون ما مثلا یه فکری که کردیم، یعنی مثلا بچه هایی که معمولا این بیزینس رو انتخاب کردن، این که برای اینکه آینده بهتری داشته باشن، برای اینکه مثلا یه پلن دی یا یه پلن بی داشته باشن، یه مثلا آرامش خاطری داشته باشن، یعنی همه به این هوا شروع کردن. و خب من خدا رو شکر که همه به یه جاهای خیلی خوبی میرسن، ولی خب نمیشه گفتش که مثلا هر کسی هم بنا به تلاش خودش هم هستش. یعنی این که من فکر میکنم که نمیشه گفتش همه موفق میشن، نه، یه قسمتی مثل همه کارهای دیگه به تلاش خودمون و همت خودمون هم بستگی داره. و حالا من اگر که مثلا چون دوستانی هستن که تو پیج شما هستن، ممکنه که هیچ بک‌گراندی از من نداشته باشن، اینکه خب منم این بیزینس رو انتخاب کردم از این بابتی که واقعا جاب گارانتی وجود نداره. یعنی شما بعد از مهاجرت حس میکنید که مثلا الان کار دارید ولی ممکنه مثلا چه میدونم 6 ماه دیگه بیکار باشید. یعنی همیشه باید شما یه بیزینس، یه چیزی سوای اون کاری که دارید انجام میدید داشته باشید. این خودش یه آرامش خاطر هستش و اون استرستون رو کم میکنه. مثلا این چیزی بودش که مثلا من این بعد از اینکه این ادو دیدم مثلا انتخاب کردم، گفتم که خب این کاری هستش که یعنی اولندش که مجبور نیستم که خب فیزیکی کار بکنم و میتونم که مثلا حالا هر جایی این کار رو انجام بدم و درآمد مثلا بازنشستگیش، همه اینا باعث شدش که این کار رو ما شروع بکنیم. حالا یه نکته‌ای که من می‌خواستم بپرسم، چون که ما مثلا لایوامون معمولا کوتاه هستش و مثلا حدود 10 دقیقه 1 رو، من میخواستم ببینم که چون بعضی از دوستان میپرسن ما برای چی باید این $149 رو مثلا پرداخت بکنیم. حالا میخواستم ببینم که شما مثلا نظرتون چی هستش. خب دلیل این که این شرکت اومده این دوره ترنینگ رو گذاشته خیلی خیلی کار هوشمندانه‌ای کرده که اومده این کار کرده. ببینید این یه بیزینسه، بیزینس پلن داره. بیزینس پلن رو متخصصا میشنن مینویسن. هر بیزینس پلنی چند تا استراتژی داره که اینا چیزای راحتی نیستن که مثلا الان یکی به من بگه که به من مثلا من یه پست بذارم مثلا لطفا مثلا عدد 40 رو مثلا کامنت کنید تا من بیزینس پلن رو برای شما بفرستم. بیزینس پلن چیز ساده ای نیست که من بتونم حتی پشت تلفن برای مثلا یه دوستی که زنگ میزنه میگه مثلا خب شما چطوری کار میکنید، مثلا من بشینم مثلا کامل مثلا براش توضیح بدم. بیزینس پلن یک برنامه خیلی منظم و خیلی خاصه که توضیح دادنش من میتونم توضیح بدم، مثلا شما شاید بتونید توضیح بدید، ولی چقدر توی این توضیح دادن های آدم های مختلف ممکنه اشتباه وجود داشته باشه. درست. و چقدر کج فهمی ممکنه وجود داشته باشه. درست. این یک بیزینسه که توش محصول خرید و فروش میشه. محصول هم ما داریم، به خاطر همینم قانونیه و میگیم هرمی نیست، چون ما تو این بیزینس محصول هم داریم، ولی خب باز دوباره از استراتژی‌های این بیزینسه که محصول به صورت غیر مستقیم فروش میره. ما ولی به صورت مثلا اصلا ما محصول و خرید و فروش انجام نمیدیم، یعنی مثلا مانور ما رو خرید و فروش محصول نیستش. محصول هم داریم توی این بیزینس، یعنی کسی که میخواد وارد باید همه چیز رو در مورد این بیزینس، در مورد این شرکت ها، با چه شرکت های کار میکنیم، چی داریم، چی کار میخوایم بکنیم، اصلا همه چیز رو باید بدونه دیگه. و این گفتنش کار من و شما نیست. خب میتونیم بگیم ولی مسلما توش یه خطاهایی از من ممکنه بخوام مثلا یه کسی رو قانع کنم که حتما بیاد توی این بیزینس یه چیزایی رو چربتر تعریف کنم، یا این امکانش وجود داره. این شرکت اومده گفته من میخوام جلوی تمام اینا رو بگیرم، من میخوام خودم بیزنس پلنم رو برای کسانی که برنامه دارن برای تغییر زندگیشون، نه کسایی که اومدن همینطوری تو اینستاگرام بچرخن بگن عدد 90 رو کامنت کن تا برات مثلا فلان چیزو بفرستم. نه 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 نه،
برای کسانی که برنامه برای زندگیشون دارن و این $149 برای کسی که برنامه داره چیزی نیست. کسی که واقعا هدف داره برای تغییر زندگی، $149 شما با بچه میرید تا سر کوچه و برمیگردی همینقدر هزینه میده رو دستت، 2 تا بستنی و 2 تا بادکنک و 2 تا فلان. یعنی واقعا $149 اصلا رقمی نیست. و کسی که واقعا برنامه برای تغییر زندگیش داشته باشه به راحتی برای دونستن یه بیزینس پلن یه شرکت بزرگ و موفق این $149 پرداخت میکنه. و توی این اومده تمام بیزینس پلن رو کامل توضیح داده، با مثال، با شکل، با چیزهای مختلف که کاملا شما متوجه بشی. بعد محصولات رو کامل توضیح داده، شرکت هایی که ما باشون همکاری داریم، اینکه چطوری ما درآمد کسب میکنیم، اون پولی که میگیریم و چطوری دریافتش میکنیم، چطوری محاسبه میشه. اینا چیزایی نیست که من و شما بتونیم توی مثلا یه پست توضیح بدیم برای کسی. دقیقاً. و احتمال خطا خیلی زیاد هست. هر کسی برای خودش یه چیزی بگه چون ممکنه درست متوجه نشده باشه. هر کسی از یه فیلمی که میبینه خیلی برداشتای مختلف میکنه، حالا بخواد همونو بگه. حالا 200,000 نفر تو این بیزینس هستن، 200,000 مدل ممکنه اینو تعریف بکنن و این شرکت اومده جلوی این خطاها رو گرفته. به نظر من خیلی کار هوشمندانه کرده. دقیقاً ببینید مثلا این 140 ببخشید داشتی صحبت می‌کردید من چون یا اینتراپت شد، ببخشید. دقیقاً ببینید مثلا این $149 یکیش این هستش که خب مثلا چه کسایی مثلا واقعا جدی هستن. میدونید ما آدما معمولا تا زمانی که یه مثلا برای چیزی یه مبلغی رو نداشته باشیم خیلی جدی نمیگیریم. ببینید مثلا این اولین استپ این هستش که مثلا ببینید خب مثلا کسایی که جدی هستن مثلا این مثلا کارو میخوان شروع بکنن، خب یه مبلغ مثلا ابتدایی مثلا میدن. و دومی چیزی هستش که خب مثلا ببینید کلی پشت این مثلا $149 که مثلا شما میگیرید براتون ایمیل ایجاد میشه، براتون مثلا دسترسی به یه سری سورس‌های آموزشی مثلا فراهم میشه و شما میتونید خب یه سری به دیتا ها مثلا دسترسی داشته باشید که بتونید تصمیم بگیرید. و خب عملا به قول شما این $149 پولی هم نیستش که مثلا شما میدید مثلا یه چند تا خرید خیلی کوچیک انجام میدید مجبورید همه قدر پرداخت بکنید. روانشناسی هم پشتشه. کسی که حاضر نشه برای شروع یک بیزینس شوخی نیست، بیزینس خریدن پکیج مثلا آموزش گلسازی نیست که مثلا حالا انجام. بیزینس یه چیز جدیه. یعنی کسی بیزینس رو میخواد شروع بکنه که احساس نیاز کرده و میخواد که زندگیشو عوض بکنه. برای همچین شخصی دادن $149 مبلغ چی نیست واقعا. خب و از طرف این گفته اوکی، من اگر واقعا میخوای بدونی، من این $149 رو بده، من این دوره رو برات میفرستم، کامل بشین ببین، یه بار ببین، 10 بار ببین، مشورت کن، سوال کن، 30 روز بهت فرصت میدم. دیدن این ترنینگ واقعا 30 روز زمان نمیخواد، ولی تو میتونی توی 30 روز فکر کنی و تحقیق کنی، بپرسی این اصلا واقعا مال تو هست یا مال تو نیست. اگر مال شما بود که خب اوکی شروع میکنی، و اگر مال شما نبود میتونی پولتو پس بگیری به راحتی. و این خوب یعنی که کسی مجبور نیست، چون این یه بیزینس جدیه، بیزینسی که باید برای زمان بذاری، باید انگیزه داشته باشی، باید هدف براش داشته باشی. نمیتونی همینطوری بگی حالا من میخوام بریم ببینیم چی میشه. نه، اینطوری نیست. به خاطر همین اینطوری گزینش میکنه، آدم‌هایی رو گزینش میکنه که برای آینده خودشون برنامه دارن. از طرف دیگه این $149 زمانی که شما قبول کردید که این بیزینس رو شروع بکنید، این $149 هزینه میشه برای اینکه ما یه ادمین سیستم داریم که این ادمین سیستم حالت پشتیبان ما هست برای اینکه سایت درست بکنیم، برای اینکه اگه مشکلی تو سایتمون به وجود بیاد همون موقع میتونیم دسترسی داریم به ادمین هایی که میتونن سریع مشکل ما رو برطرف بکنن و هزاران واقعا خدمات دیگه‌ای که ما در پشت این بیزینس وجود داره. و این یعنی زمانی که شروع کردیم به آموزش این خدمات یکی یکی مشخص میشن و این هزینه میشه برای اون مسائل که قیمتشون رو اگه بخوایم واقعا قیمت واقعیشون رو بخوایم بگیم خیلی بیشتر از این حرفاست، از این رقم‌های باید اضافه کنیم به دقیقاً. خیلی نکته خوبی رو داری اشاره میکنی. واقعا مثلا یکی این که مثلا
اون بک‌گراند انقدر سیستمای مثلا دیگه هستش، ادمین پنل هستش، بعد برای شما مثلا یه سری چیزا باز میشه، مثلا دسترسی ها، شما یه سری دیتا ها میتونید بگید خب همه اینا واسه اون قسمت هزینه میشه. و یه قسمتی هم هستش که واقعا ممکنه این بعضی ها اصلا مثلا کارشون نباشه و حالا مثلا چیزی که هستش این مبلغ رو میتونن که بعد از اینکه حالا 30 روز وقت دارن میان میبینن که نه این کار به دردشون نمیخوره، میتونن اون مبلغ رو ریفاند بکنن و حالا یا اینکه مثلا میتونن با یک کوچ جلسه بذارن و وقتی هم که با کوچ جلسه گذاشتن راهنمایی شدن میتونن استپ بعدی رو شروع بکنن و شروع به بیزینسشون رو شروع بکنن. ولی واقعا این که مثلا حالا تو اون 30 روز هم میتونن تصمیم بگیرن که حالا چیکار میخوام بکنن. من خودم هم دقیقاً یعنی خیلی از بچه‌هایی که واقعا شروع کردن این بیزینس رو شروع کردن، وقتی باشون صحبت میکنید میبینید که میگن که آره ما سریع اون $149 رو دادیم. یعنی کسانی درسته، اونا که شروع کردن و الان اونا که جدی بودن، اونا که یعنی اینکه دغدغه تغییر زندگیشون رو داشتن. ولی شما تو اینستاگرام خیلی چیزا میبینی ولی همه چیز شما رو هم فرکانس با شما نیست، همه چیز شما جذب نمیکنه. زمانی که شما نیاز داشته باشی به این کار، دغدغت باشه که بخوای واقعا یه کاری بکنی، اون موقع هم فرکانس میشی و دیگه اصلا فکر نمی‌کنی به این $149. دقیقاً واقعا کسایی که جدی هستن کاملا مشخص میشه. صحبت می‌کنی اصلا میگه من اصلا فکر نکردم به این که حالا این چه، من سریع پرداخت کردم. درسته. من این میگم واقعا رقمی هم نیست، به خصوص اینکه بگی بیا من همه چی برات توضیح میدم، همه چی برات میگم، اگه نخواستی هم بهت پس میدم. آره یعنی شما ظرف 24 ساعت میتونید مبلغتون ریفاند میشه، اصلا چیز نداره. یعنی اینکه این اصلا قضیه پوله نیست، قضیه این که این یک استراتژی هوشمندانه است، هوشمندانه برای اینکه کسانی گزینش بشن خب و وقت بذارن و بیان بدونن این استراتژی ها، چون پشتش یه عالمه به قول معروف علم و تخصص و متخصص و اینا نشسته. هر کسی نیاد بگه خب حالا بفرست برای من ببینم چیه و اصلا نگاش هم نکن. درسته. نظر من خیلی هوشمندانه است. به نظر من این استراتژی که گفتن که این پولو بده تا بهت اطلاعات بدیم، بعد اگه نخواستی هم پولتو به پس میدی، وقتی میشینی فکر میکنی میبینی که خیلی کار جالبیه واقعا. دقیقاً درست میفرمایید. باشه مریم جان، حالا اینکه دوستانی که تو پیج من هستن حالا بعد از اینکه مثلا این لایو رو دیدن و یا اینکه بعداً این لایو رو دیدن سوالات بیشتری داشتن، میتونن به وبسایت من مثلا وصل بشن و اینکه بعد از اینکه ایمیلشون هم بدن اطلاعات بیشتر بگیرن. و همینطور شما مریم جان بفرمایید. بله همینطور برای منم همین دیگه. اگر که دوست داشتن بیان توی پیج رو ببینن، اگر سوالی دارن بفرستن، اگر که ما در خدمتشون هستیم، همیشه در خدمتشون هستیم که سوالاتشون رو جواب بدیم و دارم تا هنوز سال تموم نشده تصمیم بگیرن برنامه‌های سال آیندهشون رو مشخص بکنن. هر روزی که دیرتر شروع بکنی، هر ماهی که دیرتر شروع بکنی، دیرتر به نتیجه میرسی. اصلا من عالی گفتی. یکی آره، یعنی مثلا اگر قبل از شما ببینید سال 2025 شروع بکنید، شما مثلا میتونید جزء تکس 2024 اعلام بکنید. شما این مثلا سرمایه گذاری که انجام میدید و هزینه هایی رو که میکنید و اینکه خب مثلا ریفاند 2024 میشه، ولی خب عملا اگه شما مثلا اون ون سال شروع بکنید میفته به 2025. خب یه خود طولانی تر میشه. یعنی دوستانی که سریعتر شروع به سرمایه گذاری بکنن خب خیلی بیشتر به نفعشون هستش. منتظر ما نمیمونه. دنیا تکنولوژی الان اینقدر سرعت همه چیز بالاست منتظر ما نمیمونه. حالا مثلا مالیاتو داره تون میره بالا، قیمتا داره میره بالا، نمیدونم همه چی داره با سرعت حرکت میکنه. دنیا منتظر ما نمیمونه ببینه حالا کی دلمون میخواد چی کار بکنیم. اگه میخوای یه کاری برای زندگی بکنی باید سریع اقدام کنی، فقط اقدام کن.
فقط همین این دقیقاً. میتونم خیلی اثر کنم. واقعا راست میگه منجا. هر چی که مثلا آدم بعضی کارا رو هی عقب بندازه و میگه که ای کاش که مثلا زودتر شروع میکردم. نکته خیلی خوبی گفتی. باشه میدونم اونجا هم دیر وقت هستش و برای اینکه حالا لایومون خیلی طولانی نشه، ممنون از وقتی که به من دادید. حالا آخر شب هم هستش، فکر می‌کنم ساعت نزدیک 11 باشه و شما میخواید استراحت بکنید. باشه بله. نه خواهش میکنم، خیلی ممنونم از خیلی خوشحال شدم. ممنون، منم همینطور. امیدوارم که روز و شب خوبی داشته باشید. همچنین خدا شما. نگهدار همه کسایی که توی لایو ما هستن. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار. مرسی. ممنون. خدا حافظ.